امو مواردی که نباید در اینترویو گفته شود او را به طور خلاصه میگیم. 5 موضوع است که بسیار زیاد مهم است. اولی که مطابق سوال باید جواب ارائه شود. زمانی که سوال میشه باید مطابق از شما باید جواب ارائه کنین. اکثر هموطنان ما سوال یک موضوع است ولی اونا تشریحات میتن که در هر تشریح دیگه اضافه میشه و مشکل برشان ایجاد میشه. دوم، اسنادهایتان ارائه کنین که او خواسته شده شما. و در آخر هم یک شخص غیر فعال نباشین در اینترویو که هر چیزی گفت خو برده متششته می باشی و جواب درست نداری. شخص اکتیو باشین. اکتیو کدام شخص فعال؟ اسناد خود از قبل آماده کرده باشه، کاپیش گرفته، کیس خود آماده کرده، تحریری پیش خود نشته کرده که باز اگر اونجا پیش سوال میشه که فراموش نکنه تاریخایش تحریری بر خود آماده و نشته کرده که اونا بفهمن که شخص فعال است، درخواستش مهم است، نشستش مهم است، به او خاطر با آمادگی کامل ای اسناد ارائه میکنه. باید یک شخص فعال غیر فعال نباشه.